دل خیر مقدم میگویم. با کاری نشستی مطبوعاتی موفقیت و کامیابی تمام بودم. در جلسه امروزه ما در معاونان ریکتور، سرداران ریاست و دکان‌های فاکولته حضور دارم و از نام دانشگاه با همه شما نمایندگان محترم وسایط اخباری عامه برای همکاریتون اظهار تشکر و سپاس میکنم. ما راست دیگر سال گذشته در اساسی دستور و سفارش‌های پیشوای ملت یک سلسله کارها رو همراه شما به انجام رسانیدیم. مخصوصاً در بالا بردن صفت تحصیلات و ترغیب کمیته رادیو و تلویزیون جمهوری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در این رشته بی‌نظیر است و ترغیب و تشویق دستور و سفارش‌های پیشوای ملت، قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و از جمله زمینه اساسی برآوردن لکسیاهای آموزگاران تجدید نظر کرده شد. تجدید نظر با ادبیات‌های نوی به طبع رسیده شده و همچنین از نگاه متد دیالکتیکی و اینوواسیا اکثریت لکسیاهایی که آموزگاران وارد می‌شدند آنها تجدید نظر کرده شدند. چیز دیگر این در آن ظاهر می‌یابد که آموزگاران ما اکثریت آموزگاران ما صاحب عنوان هستند که 70% آنها را صاحب عنوان ها، نامزدهای علم، دکترها و دسنت و پروفسورها اینچنین اعضای اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان تشکیل می‌دهند و موافق جنبستی پیشکی که ما در دست داریم صفت تعلیم، صفت تحصیلات امروز از این البته چیزی پیشکی است، صفت تحصیلات به 60% و اسکوت‌کنی به 85% رسیده است. در صحبت امروزه ما درباره مدیر شعبه صفت تحصیلات محترم میر زمانزاده حضور دارد که راجع به پیشرفت صفت تحصیلات اندیشه‌هاش را بیان می‌کند. مرحمت معلم عزیز. تشکر استاد گرامی. محترم نمایندگان وسایط اخباری عامه، همه شما خوب بدانید ساحه معارف یکی از سمت‌های کلیدی سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محسوب می‌یابد و در سمت بلند برداشتن صفت تحصیلات پیشوای معظم ملت در ملاقات خود ضمن برگزار نمودن درس صبح و اینچنین سال 2024 ضمن ملاقات خویش با اهل معارف کشور تاکید کردند. یعنی امروز زمانی رسیده است که سطح صفت تحصیلات در مسائل تحصیل عالی کسبی بلند برداشته شود و مسائل تحصیل عالی کسبی جمهوری تاجیکستان برای آماده نمودن متخصصان رقابت‌پذیر بازار مهنت که در بازار داخلی و جهانی البته کادرهای بلند اختصاص آماده نمود و در این سمت دانشگاه ملی تاجیکستان وابسته به عملی نمودن کنسپسی ملی ارزیابی صفت تحصیلات در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2044 نقش شاریبینی خود را انجام داده است و چیزی که استاد ارجمند رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان استاد نصرالدین زاده بیان دادند. یکی از سمت‌های اساسی که فعالیت ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 2024 راه‌اندازی کردیم البته تامین دانشجویان بود و البته به همگان معلوم است، مسلم است که به حضور دانشجو بلند برداشتن صفت تحصیلات را
ارزیابی کردن تعیین میکنه است و خوشبختانه امروز به یگان مقابل گفته میتوانیم که دوامات دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان همه بودن از 92% زیاد در دستور شرکت میکنند و این سبب آن گردی که ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان برای بلند برداشتن صفت تحصیلات در سمت تامین نمودنی دانشجویان با ادبیات‌های وطنی، با ادبیات‌های تعلیمی و کارکرد سیلابوس‌ها، متن‌های لکسیونی، کتاب‌های درسی همراه با استادان دانشگاه ملی تاجیکستان یک قطار کارها را انجام می‌دهند. البته کارکرد متن لکسی‌ها و کتاب‌های درسی با آن روانه کرده شده است که با دید نو با بین‌الملل گرفتن منافع ملی با بین‌الملل گرفتن تربیت درستی نسل نو است ما دانشجویان خود را آماده سازیم تا آنها از معلومات‌های نوین تاجیکستان و معلومات‌های نوین کشورهای خارجی برخوردار باشند. تشکری جون. همین کوتاه سخن میگیم با سوال‌ها را بعد سوال جواب میکنیم. در راه بلند برداشتن صفت تحصیلات، صفت تعلیم و از خودکنی دانشجویان ما اینچنین یک اصول‌های نوی متدهای استفاده تخته‌های الکترونیک، وسیله‌های تکنیکی، اشیاءها و دیگر لابراتوری‌ها اینچنین کابینت‌هایی که مجهز کننده شدن استفاده شدن. اینچنین در راه بلند برداشتن دانش تجربه آموزی یکی از عامل‌های اساسی بلند برداشتن دانش‌ها در دانشگاه ملی تاجیکستان به حساب می‌رود. ما شرطنامه میان استحصالات مالی و دانشگاه ملی بستیم که اکثریت دانشجویان ما اینجا هم ما با مکتب‌های میانه به تجربه آموزی می‌روند، همچنین به استحصالات مالی و کارخانه‌ها، اینچنین به سود و پروکراتورا و مقامات‌های دیگر دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان برای تجربه آموزی می‌روند. یعنی که تجربه نظریه و تجربه در دانشگاه ملی که با دستور سپارش‌های اساتید صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای نزدیک شدن توأم پیشرفتن نظریه علم و استحصالات در برداشتن صفت تحصیلات امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان رولی مخصوص می‌باشد. و مسئله دیگر این ساحه سمت علم است. این همچون پدیده و یکی از تیپ‌های جهانبینی حساب می‌یابد که برای بالا بردن مفکوره انسان و آزاد نمودن آن از تعصب استفاده می‌شود که این در همه برآمدهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت تاکید می‌یابد. از جمله آن ملاقاتی که با اهل علم با معارف محترم جناب عالی داشتن موضوع درست به راه ماندن پژوهش‌ها تحقیقات‌های علمی که تا جوانان را از تعصب و از کردارهای برای جامعه خوفناک پیشگیری کنند. در دانشگاه ملی تاجیکستان در سال گذشته 94 عالمان ما، پژوهشگران ما رساله‌های کاندیدی، نامزدی دکتری دفاع کردند که آنها در موضوعهای اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امثال اینها رساله‌هاشون را به انجام رسانیده برای ادامه کارهای علمی در همون نظام و ساحه علمی خویش از نو پیکار و کمر بستند. ما اون کسانی که رساله نامزدی حمایت میکند با در نظر داشتی اون دستور سپارش‌هایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، دستگاه محترم اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان گرفتیم، ما با اهل محقق پژوهشگران برای حمایت رساله‌های نامزدی و دکتری یک به مبلغ 30,000 و برای دکتری
و برای حمایه نامزدی 20,000 قدردانی کرده می شود. تصمیم شورای عالی، شورای آموزگاران دانشگاه درباره این سال پیش بینی شده است که با آنهایی که در رشته های نادیر، مخصوصا در ساحه بیولوژی، بیوتکنولوژی، در ساحه گیولوژی، در رشته تاریخ زبان، در رشته اونی که بسیار نادر هستند، منطق، که از جانب پیشوای ملت برای حمایه این شفرها، این رقمها، این تخصصها پیشنهاد گردیده بود. ما قدردانی پیشنهاد کردیم تا که جوانان توانند که برای رساله نامزدی و دکتری شرایط مساعد فراهم بیارند و تماتیکای موضوعهای حمایه از جمله هم در ساحه دکتری و هم در ساحه نامزدی، هم در سمت نامزدی و دکتری تجدید نظر کرده شد. یعنی موضوعهای باید باشند که آنها با اینوواسیا، با اقتصاد رقمی، اگر در جوده اقتصاد باشند، اگر در جوده در رشته حقوق شناسی باشند، با آن مناسبت‌های نوی جمعیتی باید که پاسخگو باشند. خریب که در همه ساحه‌ها در دانشگاه ملی تاجیکستان رساله‌ها حمایه و دفاع گردیدند. از این سبب می‌خواهم سخن نوبتی را با محترم سفر محمد دیم. مرحمت منیم. تشکر زیاد استاد محترم. نمایندگان پست اخبار امه، دانشگاه ملی تاجیکستان یکی از بنیادترین مرکز علمی کشور به حساب می‌رود. برای در عمل تطبیق نمودن سیاست موافق‌برانه پیشوای معظم ملت، مبلغ‌گذاری ساحه علم چه از طرف حکومت و چه از طرف دانشگاه ملی تاجیکستان از صورت مخصوص سال به سال زیاد شده است و چنین طرز کاربری نتیجه های خیلی پرثمر هم داده ایستاده است. پیش از همه من باید قید کنم که در دانشگاه ملی تاجیکستان فایز استادان عنواندار سال به سال زیاد شده ایستاده است. اگر در قیاس به سال 2015 گیریم شماره استادان عنواندار استادان دانشگاه ملی 47% تشکیل می‌کرد. همین روز زمین نشون داده به 70% رسیده است. یعنی در طول 10 سال شماره استادان عنواندار دانشگاه 20% شد. این خیلی نتیجه نظر است. در مکتب عالی این نشون داده 50 از ما از 70 قریب نزدیک 70 شده است. دوم این است که استادان دانشگاه ملی تاجیکستان در جوده این بیشتر عضو کوشش کرده ایستادند که نتیجه های کارهای متفاوت آنها بیرون از جمهوری عزیز خودمون هم در خارج کشور و اهل علم معرفی کرده شود و همین خاطر استادان دانشگاه ملی تاجیکستان در مجله‌های بانفوذی کشورهای خارج مقاله‌های خود را از چاپ برآورده ایستادند و همین سال همین شماره مقاله‌ای که در خارج کشور از چاپ برآمد در ژورنال‌هایی که به روی خط سکوپوس و وب آف ساینس نوشتگی هستند زیاده از 50 است و همین نشان دهنده است و از سال زیاد شده ایستاده است و ما کوشش کرده ایستادیم که هم شرایط خوبی کاری فراهم بیاریم برای استادان و هم قدردانی کنیم. یعنی اون استادانی که همین گونه مقاله‌های علمی را در خارج کشور چاپ می‌کنند و علم تاجیک را در خارج معرفی می‌کنند زیاده از 3000 تومانی برای هر یک مقاله ما مقابل پولی می‌گیریم. و بعداً بسیار می‌خواستم در مسئله اون مبلغ‌هایی که برای این جدا میشن اساساً اونا برای اجرای کارهای این تحقیقاتی در دوره موضوعهای کارگری، یعنی برای اون که در فاکولته‌های طبیعی ریاضی موضوعهای کارگری در سطح بلند اجرا شوند تجهیزات لازم است، موادهای شیمیایی لازم هستند، ظرف‌هایی که در اونها تجربه می‌گذارند و همین رو کوشش کرده ایستادیم که سریع و خریداری کرده همین فاکولته‌های از این مواد رو تامین کنیم. دوم
маблағҳо асосан сарф мешаванд барои чопи китобҳои дарсӣ, монография, воситаҳои таълимӣ барои донишҷӯён. ва сеюм кӯшиш карда истодем ки маблағҳоро зиёдтар сарф кунем барои чопи мақолаи устодони худамон дар маҷалаҳое ки дар донишгоҳ мебароянд. мо 6 маҷалаи илмии таҳқиқшаванда дорем ва ҳамаи ихтисосҳои дар бар мегирад ва ҳамин чопи мақолаҳо дар маҷалаҳои мо ройгон ҳаст. تشکری جدا. کوشش کرده استودیم که مبلغ‌هایی که برای این جدا میشن اونها افکتیوی سر کنیم. بعداً یکی از نشانده‌های صفت تحصیلات استادم قید کردن این اشتراک دانشجویان در آزمون و المپیادهای سطحی جمهوری و بین‌المللی باشد و در همین جدا نتیجه‌های دانشگاه ملی تاجیکستان در سطح خیلی بلند است. همین آزمون‌هایی که در سطح جمهوری برگزار می‌شوند این فروغ معرفت، فروغ روی دانایی کتاب است، تاجیکستان وطن در بین مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی دانشگاه رقمی اول است. یعنی جاهای اول ما 5 سال سزاوارش نیست. تشکری جدا دوستان محترم. واقعاً معلم عزیز معاون دکتر دایر با علم هستند و وظیفه‌های خویش را در این جاده با طلبات‌های نظامنامه و استانداردی اجرا می‌کنند و هر کمبودی که پیش می‌آید کلکتیو دانشگاه ملی تاجیکستان برای برهم زدن این کمبودی‌ها روی پیشرفت علم را نگیرد ما پیگیرانه کوشش می‌کنیم. برای همچنین بردن هم برای تعلیم هم این برای علم ما کافدره آناتومیا رو نصیب شد. کافدره آناتومیا حضور داشت لیکن با تجهیزات‌های نو، با لابراتوریا و اسباب‌های عیانی و اشیاءهای عیانی ما آنها رو تجهیزونده ایستادیم. با خریبی کافدره آناتومیا هم با تجدید نظر با کار شروع می‌کند که اون هم راهی پیشرفتی تعلیم و هم علم همچون لابراتوریا میتواند که خدمت کند. و مسئله دیگر این مسئله تربیه است. موضوع تربیه، موضوع پرورش یکی از موضوعهای اساسی است که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پیگیرانه در همه برآمدهای خویش از جمله در پیام‌هایشان آن را به مردم میرساند و راه‌های تربیه درستی مردم را در پیام‌هایشان پیشنهاد می‌نماید. از اون جمله برای پیشرفت تربیه و درست به راه ماندن تمام طلبات‌های تربیه ما نیت داریم که در علاقه قرار شورای عالمان در این مورد بود درباره گشودن مرکزی پژوهشی پیام‌های پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان که نه تنها پیامی نوبتی بلکه تمام پیام‌هایی که از اول تا امروز پذیرایی شدند ما درباره آنها پژوهش می‌گذاریم و در درس‌های تربیوی استفاده می‌کنیم و پیام‌های پیشوای ملت را چون سندی روی میزی ما استفاده می‌بریم و در پیشبرد تربیه دانشجویان و اهل کلکتیو دانشگاه ملی تاجیکستان این همچون سرچشمه به حساب می رود. همچنین در راه بلند برداشتن سطح تربیه و درک و احساس آن ما یک سلسله کانسپت و برنامه‌هایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و از جانب دستگاه اجراییه و به واسطه از جانب پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت آن به پیشنهاد گردیده است و دانشگاه ملی تاجیکستان به صفت اجرا کننده و به صفت هم اجرا در بسیار موردها آمده است. مثلا در 13 برنامه ها، کانسپسیه ها، استراتژی هایی که آنها به ما ارسال گردیده بودند ما در زمینه آنها یک سلسله کارها را به انجام رسانیدیم. از جمله در برای کامنتاریای تفسیری
کودکسی مرافعه‌ای جنایتی جمهوری تاجیکستان که به انجام رسید، کودکسی مرافعه حقوق ویرانکنی مأموری، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت و تندرستی شهروندان و اینچنین اصطلاحاتی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و همچنین تفسیری کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را ما به طور رسانیدیم که این میتواند در راه بلند برداشتن پرورش دانشجویان و حتی شهروندان تاجیکستان خدمت بکند و مخصوصا قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت و تندرستی شهروندان که با تشبث رئیس محترم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان این پیشنهاد گردیده بود از جانب پارلمانت، مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس ملی مجلس عالی پذیرایی گردید که این یکی از سرچشمه‌های اساسی در راه تربیت و تندرستی در قسمت تربیت دانشگاه به حساب می رود و همزمان که سال 2024 از جانب پیشوای ملت در پیامشون ارائه کرده بودند سال معرفت حقوقی بود. سال معرفت حقوقی توانست که در تربیت نسل نورس در راه بلند برداشتن مخصوصا تربیت حقوقی ریاست دانشگاه ملی همه فاکولتت های دانشگاه ملی و ریاست ها و دانشجویان توانستند کارهای زیادی را به انجام رسانند که اون میتواند در بلند برداشتن درک و احساس فرهنگ حقوقی جامعه از جمله فرهنگ حقوقی دانشجویان ما موقعی زیاد داشته باشد و آزمون گزارش شد از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در این موضوع و دانشجویان و آموزگاران ما از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستگاه محترم اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای مقاله ها برای منوگرافی که با معرفت حقوقی در راه بلند برداشتن معرفت حقوقی جامعه نوشته شده بود قدردانی گردیدند که ما اظهار سپاس با حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگاه محترم اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای قدردانیشون بیان می‌نماییم. خلاصه تربیت با قسم ترکیبی اون آموزش ادبیات بدیعی در دانشگاه ملی حساب می شود که این پیشنهاد هم از جانب پیشوای معظم ملت در پیامشون آمده بود. خواندن ادبیات های بدیعی، ادبیات های خصوصیت علمی بدیعی داشته اون می تواند مخصوصا ادبیات گذشته ما از تاریخ گذشته ما همچنین در رشته تربیت و علم پیش بینی کردیم که درباره دکلراسیون کوروش کبیر سال 2024 تنها سال معرفت حقوقی این یک سال نیست. اون چیزی پیام های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خصوصیت استراتژی آینده بینانه دارند. ما از همین سبب تصمیم گرفتیم که از همه پیام های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چیزی گذاشتیم باید که چون راهنما استفاده کنیم از جمله در بلند برداشتن معرفت حقوقی جامعه. ما همه اون کاتگوری ها و ماده هایی که در اعلامیه کروش بشر آمده است اون را ما مورد تحلیل و تفسیر قرار خواهیم داد که کمی عمق‌فهم کرده به مردم و شهروندان تاجیکستان و کارمندان دانشگاه ملی تاجیکستان رسانیم. یکم سوال داشتین؟ من در بینم کمی میشود سوال دادم هیچ گپ نیست. ما کی میتونید سوال بکنید؟ سلام علیکم استاد عزیز. سلام علیکم. شمس‌گل وزیر فرانسه دکارش. عرض سپاس برای بسیار سخنرانی‌های پرمحتوا و معلومات مفید که تحقیق. تشکر. و فکر می‌کنم که در این سال‌ها از جانب شمایسون باید زیاد باشد چون که دانشگاه یکی از دانشگاه‌های بانفوذ و کلانترین در سطح جمهوری محسوب می‌رود و سمت‌های گوناگونی فعالیت دارد. می‌خواستم اول شما استادان رو به
سالی تحصیلی در 2025 و سال نو میلادی اولا تبریک بگم و بعدا میخواستم سوال پیشنهاد کنم که نقشه قبولی دانشجویان و دانشجوی ملی تاجیکستان در سال تحصیلی در 2024-25 چقدر بود و آن تا کدام درجه اجرا گردید. سوال دوم آیا وابسته به همین اجرای نقشه چی چوره‌ها اندیشیده شده است؟ سوال دوم در مسئله گزارش دانشجویان فاکولته طبی دانشجوی ملی تاجیکستان و دانشجوی طبی تاجیکستان. بله. تا جایی که معلومات داریم چندین دانشجو از این فاکولته و دانشجوی طبی طریق گزارش یا روال تقریبا گذاشتن. انتقال گذاشتن. شما سبب این گزارش شما شرح میدید و کدام امیدهای وجود دارن که مثلا همین دانشجو با دانشجوی طبی تاجیکستان گزارش میکنن انتقال میکنن. تشکر. ما از همون سوال دی مثلا میگیم خیلی بود در جا پاسخ میگیم. همین سالی گذشته همون که سوال شدگی بود عموما از تخصص‌های با هم مانند در نظامنامه و سندهای معیاری حقوقی که در ساحه معارف از جانب مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پذیرایی گشته است و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان یکون مانع نیست. مانع در موردی که اگر همون پردمت هایی که همون اختصاص میخواند و این اختصاص عمومیت و مانندی دارد اینها انتقال میشود. لیکن در موردی اونی که مال شما رو توقی ندونستیم از دانشگاه ما به دانشگاه طبی میروند به دانشگاه دیگر دانشگاه ها انتقال میشوند بسیار کم است اینطور. برعکس از دانشگاه طبی به دانشگاه ما بسیار انتقال گرفتن اینطور. از بس که کمیسیت یا دو روز پس دیگه جنبش می شود نصیب باشد چند روز دیگه مهلت هست ما همون شماره وقتی که جنبش میکنن رئیس کمیسیت محترم فریدون هستن محمد کنشینی ما خلاصه رو میگیم لیکن وای حقوق دارد که از اینجا به دیگر جا از دیگر دانشگاه به اینجا به دانشگاه ملی تاجیکستان انتقال بگیرد. لیکن شمارهش امسال خیلی کم شده است. خیلی رقم خیلی آخری در جنبش میکنن نتیجه گیری میشود یه چیزی که میگیم رقمی مشخص نمیشود. لیکن از اونی که ما آشنا شدیم به عریضه های هر روزهای شنبه و سه شنبه ما روز قبول داریم. من از اون چیزی که به عریضه هایی که وارد میشوند موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت های شخصانی واقعی و حقوقی عمل میکنیم و آنها را میبینیم. از تخمین پیشکی ما شماره دانشجویان ما با دیگر دانشکده ها انتقال گرفتنشون خیلی کم شده است. مرحمت به سوال یکم شریف زاده پاسخ میدهد. تشکر زیاد برای سوالی پیشنهاد شده. در زمان معاصر اجرای نقشه قبول یکی از دستاوردهای مهم مؤسسه‌های تحصیل عالی کسبی نیست بگوییم خطا نمی‌کنیم چون که از اجرای نقشه پورای نقشه قبول در مؤسسه‌های تحصیل عالی کسبی تامین استادان عملکننده فعالیت کننده دانشگاه با سرباری تعلیم ایسا می‌رود. در این زمینه جهت اجرای سریع‌وقتی نقشه قبولی سال تحصیلی 2024-2025 از جانب ریاست دانشگاه یکچند تدبیرهای سریع‌وقتی اندیشیده شد که این باعث گردید اجرای نقشه قبول بعد 4 دوره برگزاری مرکز ملی تستی 90% رو تشکیل گیرد در دانشگاه ملی. در این زمینه از جانب ریاست دانشگاه قبل از به قیدگیری محصلین مکتب‌های میانه عمومی و مرکز ملی تستی با قرار شروع علما و فرمایش رکتور دانشگاه گروه کاری از جانب استادان صاحب مکتب تجربه‌دار جهت ترغیب و تشویق اختصاص‌های عملکننده در مناطق گوناگون کشور ما که با 57 شهر مایه سفربر گردند و مهلت 3 هفته تشویقات بوده شد. همزمان از جانب سایت رسمی دانشگاه، سایت‌های اجتماعی و سایت اخبار عامه تمام اختصاص‌های عملکننده، شرایط‌های فراگیری طالبان و تحصیلات که در پایه دانشگاه ملی یکی از بهترین شرایط‌ها جهت پیشبرد روند تعلیم در زمینه است از 34 اختصاص عملکننده و در زینه‌های شرایط تحصیلی روزانه فاصله‌ای و غایبانه مهیا گردیده بود. تشویقات بوده شد که با در نوبت گرفتن 4 دوره برگزاری مرکز ملی تستی اجرای نقشه قبول در دانشگاه ملی تاجیکستان
توجیکستان 90% اجرا شده. کدام اختصاص از همه کمتر تعهدش کم است؟ هست که اختصاص شما هست؟ قریب که همین نیست. هم یکم کمبودی قریب که همون فیصدی که 8 همین قریب 7% بیو کمتر است، به 100 نمیرسد. لیکن این هم در جایی هست که علاقه وجود دانشجو هم همش وارد شدن، داخل شدن. این چیز ما برای اون که با کامیابی امسال کامیاب شدنمون با اون است که ما ترغیب رو پیشتر آغاز کردیم. ترغیب هم توسط کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان باری دیگر با اونها و رئیس محترم اون اظهار تشکر میکنم، با کارمندان تلویزیون و رادیوی جمهوری تاجیکستان برای کمک‌هایشون. همچنین ما با رو صحبت کردیم با داوطلبانی که به دانشگاه ملی تاجیکستان داخل می شود. این پرابلم قریب که در دانشگاه ملی تاجیکستان حل و فصل خویش رو یافته است. نیت ما در آینده چی است؟ چیزی که رهبر دولت هم این موضوع رو بررسی کرده گفتند، ما امسال ترغیب و تشویق رو کمی باز پیشتر آغاز میکنیم. عجب نیست که از هفته آینده این چیزا ما آغاز کنیم و از شما نمایندگان محترمی رقمی و اینواستی اعلام کرد. با مؤسسه ولی سپورش هم داد که اختصاص‌های نو در سمت اقتصادی رقمی را تأسیس کردند. در این سمت دانشگاه چه اختصاص‌ها دارد؟ اگر داشته باشد، اگر نه شما در آینده نقشه دارید که مثلا در سمت اقتصادی رقمی اینواستی اختصاص‌های نو تشکیل کنید و در این سمت کادرها یعنی استادان دارید؟ تشکر زیاد برادر عزیز. ما از روزی که رهبر دولت این موضوع رو در پیام خویش ارائه کردن و ما بعد 2 روز تصمیم گرفتیم که کنفرانس علمی درباره اینواسیا، درباره اقتصاد رقمی گذراندیم. تا امروز علاقه 3 کنفرانس گذراندیم. این به خاطر اون بود که راه‌های در حیات عمل کننده همین اقتصاد رقمی و اینواسیا در دانشگاه ملی تاجیکستان. ما یک گروه کاری از حساب اقتصادشناس‌ها و حقوق شناسان و دیگر تخصص‌ها سازمان دادیم که آنها به قریبی راه‌های تیز به این هدف رسیدن رو در دانشگاه ملی تاجیکستان آماده میکنند و ما از این نقشه چهاربینی‌هایی که دستگاه محترم اجرایی پرزیدنت پیشنهاد کرده است و نقشه چهاربینی‌های ویژه خویش رو سازمان داده از روی او عمل میکنیم و این نه تنها به فاکولته اقتصاد داخل دارد، به همه فاکولته های دانشگاه، به هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان، به هر یک ساکنی او، از جمله به همه کارمندان دانشگاه ملی تاجیکستان این داخل دارد. ما از پی اجرای این کار هستیم و امید داریم که ما تیز و این چیز کامیاب خواهیم شد. مرحمت. تشکر زیاد. چون که علاقه شما آگاه هستین، در حسابات سالانه خود ریاست دانشگاه گرچند که فعالیت ریاست دانشگاه رو در سال 2024 ایران نمودم، همزمان وظیفه‌ها رو جهتی اجرا گذاشتن در سال حساباتی 2025 گذاشتن. یکی از وظیفه‌های اساسی این تشکیل اختصاص‌های رقابت‌پذیری جهانی در اصل در زمینه پیام ارائه‌گرده پیشوای معظم ملت حساب می‌رود که علاقه ریاست دانشگاه یکی از وظیفه‌های اولین درجه خود را تأسیسی بخصوص در پایه فاکولته و حسابگیری و اقتصاد رقمی دانشگاه شدن اختصاص‌های فراگیری پیشبینی شده که در پیام پیشوای معظم ملت ارائه گردید این را به نقشه گرفته است. همزمان درخواست‌ها و پیشنهادها از جانب صدارت‌های فاکولته جهت شدن اختصاص‌های نو زیاده از 10 تا علاقه ریاست دانشگاه وارد شده است و این در سال 2025 حتما عملی می‌شود. تشکر زیاد. مرحمت. سلام علیکم. سلام علیکم. منبر خلق. استاد محترم، شاید شما اشتراکی آموزگاران فعال بود یا نه. سوال دیگر در مورد زبان‌آموزی کارمندان و استادان دانشگاه
тавре дар айёми пешрои миллат ҳам ишора шуд. Донишгоҳ чӣ чораҳоро баро намудааст? ташаккури зиёд. дар бораи озмуне ки гуфтем, мо як озмун бо номи пешвои созанда ва иншооти сарнавиштсози роғун озмун гузаронидем ва муҳтавои асосии ин озмун дар он зоҳир меёбад ки адибон Саравал Сигер Абаб Абдуллоҳи Асансор дар ҷодаи Раман Ҷовид Муқим баъдина мо ғолибони озмуна ҷамъ овардем ва мушаррикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон то онҳо расондем ва мукофотвориҳо мо то онҳо расонида шуд. ташаккури зиёд. мо ба асарҳо шинос шудем. хеле ки ман гуфта гузаштам, муҳтавои асосии ин пайкорҳои бевоситаи президенти муҳтарами ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар он ҷо қарор ёфтааст ва заҳматҳои шабонарӯзонаи он, инчунин кормандоне ки дар ин иншооти стратегӣ кор мекунанд, дар шеъру очерку ҳикояҳое ки пешниҳод шуданд дар он ҷо таҷассум шудааст. марҳамат. води як чизи дигар гуфтем, мебахшин узр. масъалаи забонумузӣ. марҳамат. ташаккури зиёд вобаста ба дастурҳои пешвои муаззами миллат ҷиҳати боло бурдани сатҳи забономӯзии устодону донишҷӯён дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз ҳамон лаҳзаҳо аллакай нақша чорабинҳо таҳия гардид ва дар пояи донишкардаи такмили ихтисос ва бозомӯзии устодону кормандони донишгоҳи миллӣ назди донишгоҳи миллӣ аллакай курсҳои омӯзишии забонҳои англисӣ ва русии ройгон аллакай мунтазам фаъолият намуда истодааст ва дар пояи факултетҳои алоҳидаи донишгоҳ аз ҷониби устодони факултети филологияи рус ва кафедраи донишгоҳии забонҳои хориҷӣ сари дар ҳар як ҳафта 2 маротиба вобаста ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ курсҳои омӯзишии ройгон ва устодон аллакай амал намуда истодаанд ва муддати аллакай 1 сол аст. ташаккури зиёд. албатта дар ин ҷо барномаҳо қабул карда шуда буданд дар бораи омӯзиши забонҳои хориҷӣ. ин падида таи чанд сол аст ки дар мо амал мекунад, фаъолият мекунад ва мо риёсати донишгоҳ ба тариқи ройгон дар баъзе факултетҳо барои омӯзиши забони англисӣ аллакай замина гузоштем. дар он ҷо худомӯзӣ мекунад. ба ғайри худомӯзӣ боз муаллимаҳое ки аз кафедраи забонҳои хориҷӣ, фарз кардем факултети ҳуқуқшиносӣ аст ё дар факултаи осиё аврупо аст, дар он ҷо мо ҳамаи онҳоро даъват кардем ва расман супориш додем ки ба аъзоҳои ба кормандони донишгоҳи миллӣ на танҳо омӯзгорон, балки ҳар касе ки дар ин ҷо кор мекунад ба сифати ройгон дарс аз рӯи методология метод гузаранд. ташаккури зиёд. марҳамат. устоди азиз дуруд. муҳаммад марузода ҳастам аз радиои Тоҷикистон. устод мехостам дар бораи имтиёзҳо ба донишҷӯёне ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карданд бифаҳмам ва дар бораи ин ки донишгоҳ то кадом дараҷа барои татбиқ намудани лоиҳаҳое ки бачаҳо дар озмунҳои равияи табиӣ ҳастанд, масалан илму фуруғ маърифат, барои татбиқ намудани лоиҳаҳо онҳоро дастгирӣ мекунад, масалан баъди ки донишгоҳро хатм мекунад ё не? ташаккури зиёд бародари азиз. воқеан ҳар касе ки дар озмун ҷои намоён, ҳар касе ки ҷойҳои якуму дуюму сеюму шоҳҷоизаро ишғол мекунанд, бидуни ин ҳам нафарое ки аз донишҷӯёни мо ва аз омӯзгорони мо дар ин озмунҳое ки бо амри ҷаноби олӣ, бо амри президенти муҳтарами ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расидааст, мо вазифадор ҳастем ки онҳоро бояд ки қадрдонӣ кунем. ҳатто нафарое иштирок кардаанду ҷой нагирифтаанд. ва чизи дигар ин ки касоне ки хуб мехонанд дар ҳамин ҷо дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва
خواستن که شرکت ورزند و شرکت ورزی در همین آزمون ها و میفهمیم که دانش دارد با اونها ما حتی کمک میکنیم راهنمایی میکنیم یعنی این قدردانی به خاطر آن است که ما راه شویم فرزندان دیارمون رو پرورش و تربیت کنیم که آنها برای گرفتن علم رو بیارن چیزی که ما گفتیم و از زبان پیشوای ملت علم این یک پدیده یک جهانبینی تیپ جهانبینی است که توسط آن میتواند انسانها رو از همه تعصب و از همه ناکامی ها بگیرد بغیر آن که استحصالات مالی پیش می رود اقتصادیات پیش می رود وسطای استحصالات پیش می رود بدون این علم خصوصیت معنوی هم دارد یا که آموزش همین در نتیجه آموزش اونها پیش می روند که داستان شاهنامه را ازبر میکنن او چرک ها را میخونن حکایه ها را میخونن درباره قهرمان های مثبت و منفی معلومات پیدا میکنن همین آزمون ها چند ویژگی دارد ویژگی یک اساسش این تربیه است رو به علم آوردن است در زمینه تربیه عنعنوی ما و امروزه با طلبات های بین المللی مردم جوان رو تربیه کردن است مرحمت معلم عزیز سر اول از اون شاگردایی که در آزمون‌های جمهوری و بین‌المللی غالب آمده هستند هم شاگرد و هم استادی که این شاگرد برای اشتراک در پیار کرده حتما با مکافات این معین قدردانی میشه در دانشگاه ملی همین طرز کاربری سالهای زیاد برام داشته است و بعدا شاگردایی که در آزمون ها غالب بگویند اگر در سینه بکالوریات تحصیل کنند ما در سینه ماجستراتورا حتما در جوهای بودجه‌ای برای آنها جای معین کرده هستیم و از همین شاگردان ما برای خودمون در دانشگاه ملی کادرهای پداگوژیک تربیت میکنیم اونایی که در سینه ماجستراتورا و درست تحصیل میکنند بعد به سینه دکتراتورا پی اچ دی ما برای آنها جاهای بودجه‌ای معین کرده هستیم و خود سپارش حکومت هم این است که از حساب اون شاگردایی که در آزمون‌های جمهوری جایهای اول اساس‌ها میشن تیار کردن کادرهای علمی و علمی پداگوژی و هم طرز کاربری ما در دانشگاه ملی تاجیکستان درست برآمده است و بعداً بغیر شاگردان ما براشون حتما قدردانی میکنیم چون که تربیت کردن شاگرد و در چنین آزمون‌های سطحی بلند جا گرفتن کار آسان نیست برای ما حتما استادا هم قدردانی میگیم و اصلا نمیگیم که اون شاگردا کار کردن حتما ما همین شاگردایی که در آزمون‌ها جاهای اول میگیریم اینا چی میگه گلی ثبتی ما هستن خیلی باید تشکر جد معلم عزیز مرحمت حاضر автономия توجیکستان من دارم مسئله بسیار جدی هم مسئله سفر تحصیلات هست که سال گذشته در سخنرانی پرزیدنت شد بعد این بسیار داغ شد شما گفتید در صحبت خودتون که ما سفر تحصیلات از 60% بالا برداشتیم لیکن در همین پرس ریلیز شما 34% نشان داده شده است و کدام امور من دقیق هست و بعدا سوال دیگر من در مسئله نقد اجرایی همه صحیفه 13 یا کنید بعدا دیگر چیزی که من هم پرسم مسئله اجرایش نقشه قبول در زمینه‌های ماجستراتور و دکتر پی اچ دی چقدر اجرا شده است و چیزی مهمتر از همه همین آنهایی که در زمینه دکتر پی اچ دی تحصیل میکنن چند نفرشون رساله‌های علمی خودشون را حمایت میکنن چند فایزشون بله من شما شاید زوده سوال تشکر زیاد وابسته به سوالی که در ما وارد شده است باید خیلی نمکی و نتیجه سنشین نیم ساله دیمی سال تحصیل در 2024-25 پیسو میرن که در سال حساباتی رسم میاد وابسته به حسابات اموری که رکتری دانشگاه خیلی کردن این نتیجه سه حاضر است که عین حال حاضر امتحان ها انجام نرسیده جنبش نشده دیمیان که در نتیجه قرار داره و از خود که اینجا در نظر داریم نهادن از هر یک پاییز در نیم ساله دیگه سال تحصیل 24-25 و سال حساباتی رسم کننده است و در افغان صفت تحصیلات 35 پاییز را تشکیل نموده است وابسته به وی 60 پاییز همزمان از جانب شعبه نظارت صفت تحصیلات بعد هر یک سیستم امتحانی مانیتورینگ گذرانده میشود که پیشنهاد از جانب صفت تحصیلات است که در نتیجه مانیتورینگ است این پیشنهاد کرده است مرحمت معلم
محترم نمایندگان ریاست جمهوری ما با در نظر داشتیم که سلسله فعال دانشگاه ملی تاجیکستان در یکمش به اتمام رسیده است و در دویمش در عرفی جنبست قرار دارد. از این نقطه نظر این چی مقرر کرده شده است و در نظر داشت آن که صفت تحصیلات ضمن گذراندن سسیه‌های امتحانی از نتیجهش برگزاری کرده می شود و با گذشتن دوری معین بعد گذشتن یک ماه دو ماه پس از برگزار گشتن سسیه مانیتور این صفت تحصیلات گذرانده می شود که بار دیگر معین کرده می شود که آیا همان سطح و صفتی که در روند سپردن امتحان‌ها به دست آمده است بعد از گذشتن یک مدت در خاطره دانشجو حفظ شده است و همین نقطه نظر این شماره ها و اندیزون میکنند که بعضی وقت تو اندازه تفاوت کنند. تشکر زیاد. این شماره های فیصد های درصد هایی که نامبر کردیم اینها حوزی سه حوزه توقیف جنبه شدگی نیست. عجب نیست که رقم ها بالاتر رفتنش هم ممکن است بعدی جنبه است برای که مراتب سهی من میسپرن حوزی این شماره های پیشینه است تخمینی است ما بعد جنبه سه و شما میتونید او جنبه خلاصوی سه گذشته است سه که گذشته بود اون است من هم قبول دانش دکتر قبول با زینه دکترانتور PhD سال 2024 75 فویزی نقشه قبول همین زینه تحصیلات شروع شد و در بعضی اختصاصات خوشمندها از نقشه هم زیاد بودن لیکن هستن اختصاصایی که در اصل فرض کردیم اونجا خوشمندها که تحصیل میخوان کردن کمی باید بودن چی میگم مشکلی دارن لیکن از روی همین اختصاص ها ما کوشش کرده ایستادیم که شاگردای در فاکولته رو دریافت کنیم و با همین زینه تحصیل رو جمع کنیم یعنی در زینه دکترانتور PhD نقشه تعلیمون نزدیک به اجرا اما در مسئله سری وقتی مایه کردن شما خوب بدونید که برنامه دولتی است تمام کردن کادرهای بلنداحساسی علمی پداگوژیک برای سال 2030 و همین برنامه هم در سطح حکومت تا سال 2024 جنبه شد و اونجا مشکلاتی که ما انشته بودن نشان داده شد. دودر عزیز من همین در اول صحبت گفتم که فویض نمودارا در دانشگاه ملی به 70 برابر است. یعنی این همین نتیجه اون که همین در دانشگاه اجرای برنامه دولتی در سطح خیلی بلند برآورده شده است. یعنی ما از کادرهای بلندساز علمی تنقیصی نداریم. تشکری زیاد. مرحمت سوالو. مهرنگز خودرو از روزنامه جمهوریت. خوش میکنم. طبق شما اینجا استاد محترم اطلاع داده در دانشگاه مرکز آموزشی پیام‌های پیشوای ملت من میخواستم بدانم که فرق این مرکز از مرکز علمی تحقیقاتی پیشوای ملت در چیست و سوال دیگر در تقویت همین سوالها وابسته به صفت تحصیلات در پیام نوبتی هم پیشوای ملت به همین مسئله بسیار استفاده گذاشتند مخصوص در مسئله آماده کردن کادرهای بلند اختصاص در دنیای علم‌های دقیق و طبیعت شناسی میخواستم نقشه‌های منبعده دانشگاه رو در این سمت دارم. تشکری زیاد. سپاس. مرحمت جمهوری. محترم نمایندگان وسایل اخبار ما اشکالی که بر شما معلوم است از سال 2022 این جانب در نزد دانشگاه ملی تاجیکستان مرکز علمی تحقیقاتی پیشوای ملت فعالیت دارد و هدف اساسی این مرکز آموزش تجربه نادر مکتب دولتداری پیشوای ملت در دایره پژوهش علمی است. یعنی از نام مرکز معلوم است که مرکز علمی تحقیقاتی است. در اینجا جلب کرده میشوند ماگسترانتان اصلا دکترانتان PhD و عنوانجانی که سمت کار علمی تحقیقشون مثلا بر رشته‌های مختلف تعلق دارد که نقش پیشوای ملت را در رشد حیات اقتصادی، حیات حقوقی، حیات سیاسی کشور تجسم می‌کند. ولی مرکز نو که با تشبث رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان راهنمایی می‌شود، مرکز آموزش پیام‌های پیشوای ملت این برای دانشجویان است. برای دانشجویان به خاطر آموزش نقطه‌های مهمی پیام پیشوای ملت که این خواستگار سمت سیاست داخلی و خارجی کشور است و ترغیب و تشویق نمودن نقطه‌های مهمی پیام پیشوای ملت در بین دانشجویان است.
البته این مرکز برای دانشجویان است، این مرکز برای عنوانجویان و دکترانتون پیجی نیست، مرکز آموزشی است، مرکز علمی نیست. مرکز آموزشی به خاطر اصل کردن همون نقطه‌های اساسی پیام پیشروی ملت از جانب دانشجویان است و ترغیب و تشویق نمودن این نقطه‌ها در بین دانشجویان است و البته آموزش نقطه‌های اساسی پیام پیشروی ملت که فراگیر تمام مسائل سیاست داخلی و خارجی کشور است از جانب نسل جوان کشور، مثلا جوانان و دانشجویان بسیار مهم ارزیابی می‌شود. این برنامه با تشبث ریاست دانشگاه علمی ترکستان مرکز آموزشی پیام‌های پیشروی ملت در نزد تاریخ دانشگاه علمی ترکستان تأسیس داده می‌شود که البته این یکی از سمت‌های اساسی آماده نمودن دانشجویان در سمت آموزشی مکتب اولاداری پیشروی ملت است که جهتی بلند برداشتن سطح کوچ‌نویسی و خودرویی آنها روانه شده است. یعنی مرکز علمی تحقیقاتی پیشروی ملت خصوصیت علمی دارد، این باشد خصوصیت آموزشی برای دانشجویان است. تشکری جون و هرچند که در نیتی در آیین‌نامه همین چیز ما فراگیر کردن هستیم، لیکن نفرایی که پژوهش میکنند و محقق هستند در میخوام پیام‌های پیشروی ملت تحقیق کنند و پژوهش برند و نامزدی یا که دکتری حمایت کنند، اینها هم چون که جامو سرچشمه همه پیام‌های پیشروی ملت جمع میکنیم در اونجا، یک منبع اساسی آموزش در اونجا میشود. لیکن اگر کسی که نیتی حمایه رساله نامزدی یا دکتری دارد میتواند که از این سرچشمه استفاده کند. این راه است و مهمترین اون است که این برای هر یک آموزگار هم نوبسته از اون که در کدام ساحه از کدام علم پردمت دست میگوید. ما پیام‌های آشنا هستیم، همه ما و شما پیام‌های پیشروی ملت بسیار فراگیری همه ساحه‌های علم هستند، هم در موضوع اقتصاد، هم در سیاست، هم در فن فرهنگ، اینچنین در فلسفه و زبان شناسی، تربیه. خلاصه که رشته‌های آموزشی پیام‌های پیشروی ملت بسیار فراخ و گوناگون هستند. هر کس میتواند که در اینجا هم پژوهش برد هم آموزد و یک رساله نامزدی هم از جانب فیروز سعی ناظم زاده درباره پیام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دانشگاه ملی تاجیکستان حمایت گردید که آن خیلی فراخ درباره پیام‌ها گفته است. تشکر زیاد. سلام علیکم. فهمیدن میخواستم که همین مرکز آموزشی زبان‌ها در دانشگاه ملی همین سال 2024 چند نفر شخصان خارجی با آموزش زبان تاجیکی قرار گرفته شدند. مرحمت غفورزاده ایلیاس. تشکر زیاد فرزانه، مهمانان گرامی، نمایندگان وسایل اخباری عامه، از دستگیری همیشگی شما برای رشد دانشگاه ملی تاجیکستان و برای معرفی کردن تاجیکستان عزیزمون در عرصه بین‌المللی سپاس نمایم. بسیار فرزانه سوالی به من روی دادن. پیش از همه برای آموزش زبان تاجیکی در مرکز آموزش زبان‌های نزد دانشگاه ملی تاجیکستان 32 نفر متخصصان از 11 دولت دنیا جلب کرده شد که تنها برای آموختن زبان تاجیکی بود. این در مرکز آموزش زبان‌ها است و در دانشکده انستیتوت کنفوسی که در نزد دانشگاه ملی تاجیکستان عمل می‌کند، در آنجا 23 نفر آموزگاران زبان چینی به تدریس مشغول هستند که همگی شهروندان جمهوری مردمی چین هستند و همه اینها هم برای آموزش زبان تاجیکی جلب کرده شدند. طول یک سال شد که همشون زبان تاجیکی رو می‌آموزند، حرکت آزادانه با زبان تاجیکی حرف می‌زنند. تشکر زیاد معلم عزیز. مرحمت. السلام علیکم حاضرین گرامی، آموزگاران. محبت و فراغت هستم، مدیر شعبه معنویات از روزنامه پیام دوشنبه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. چگونه که به همگان معلوم است، طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه رشد هنرمندی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021
تا 2025 به تصویب رسید که در آن قرار همه بندهای آن قرار تمام وزارت و اداره ها حتی دانشگاه‌های عالی موظف گردیده بودند جهت کسب آموزی و در همان بعدی که تمام دانشگاه ها موظف گردیده بودند جهتی به کسب و هنر آموزی فرا گرفتنی جوان دخترانی که طبق کوتای پرزیدنتی در دانشگاه‌های عالی تحصیل میکنند و بعد از تحصیل دانشگاه بعد از تحصیل درس در خوابگاه برای همین جوان دختران کدام نمود شرایط هنرهای آموختن هنرهای مردمی یا که اینکه دوزندگی و پزندگی فراهم آورده شده است. میخواستم که در این مورد کمی هم باشد معلومات بگیرم چون که پیشوای معظم ملت در همه برآمدهایشان تاکید میکنند جهت کسب آموزی هنر آموزی هم جوان دختران هم جوان پسران. تشکر جون مرحمت امید. تشکر زیاد برای پیشنهاد سوال. طول 5 سال میشود در دانشگاه ملی ترکستان در نزد پنج تکنولوژی مرکز تعلیمی دوزندگی فعالیت میکند که همه ساله زیاده از 60 نفر دانش دخترانی که در خوابگاه تحصیل میکنند و این مرکز سفربر میشوند. البته تمام درس‌های آنها رایگان است. در مرکز مذکور تمام متدیک نوی اینواتسیونی معروف بوده شده است که دانش دختران ما علاقه از دوزندگی تا آماده کردن هر گونه لوازم‌های ضروری به مثل جزدان و دیگر چیزهای ضروری را در اونجا می‌آموزانند و همه ساله از جانب رهبریت دانشگاه ملی ترکستان و پارک تکنولوژی آنها با شهادتنامه‌های مذکور هوسمند گردانده میشوند و بهترین آنها نیز با توفیق هوسمند گردانده میشوند. در مجموع در 6 سال اخیر زیاده از 323 نفر دانشجویان از این کورس‌ها رفت تعلیم گرفتند آموزیده شدند که همزمان در ساعت‌های آنها نیز در نمایش‌های دانشگاه ملی نیز برای مهمانان خارجی نیز معرفی کرده می‌شود. تشکر زیاد. مرحمت سوال در مسئله رابطه‌های بین‌المللی دانشگاه سوال پیدا شد. نمی که در معلومات هست قسمت زیادی دانشجویان خارجی مقیسان دکتر بیتی در دولت‌های خارجی در دانشگاه ملی ترکستان تحصیل می‌کنند. همین خواستیم بدانیم که اینها در کدام رشته‌ها تحصیل می‌کنند و از دانشگاه ملی ترکستان چقدر دانشجو در خارج کشور و در کدام دولت‌ها و در کدام رشته‌ها تحصیل دارند؟ تشکر. مسئله مبادله اکادمی این مسئله دانشجویان خارجی که در دانشگاه ملی میخونن تحصیل میکنن سخن با محترم غفورزاده ایلیاس داده میشود. مرحمت مایی. تشکر زیاد محترم فوزیل دوری خود رو میرسونیم برای سوالی با مورد. پیش از همه امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان در مجموع 385 نفر شهروندان خارجی و تحصیل و کار و فعالیت فرا گرفته شدند در مجموع و این 385 نفر شهروند خارجی از 12 دولت دنیا هستند. خیلی شما سوال دادین از جمهوری ازبکستان در مجموع 157 نفر است، جمهوری اسلامی افغانستان 18 نفر است، جمهوری قزاقستان 26 نفر، فدراسیون روسیه 15 نفر، نیگریا 1 نفر، جمهوری اسلامی ایران 8 نفر، جمهوری مردمی چین باشند 6 نفر 27 نفر، دولت ترکمنستان 24 نفر، شوروی عربستان سعودی 5 نفر، از دولت کویت 1 نفر، جمهوری آذربایجان 1 نفر و از جمهوری هندوستان باشد 85 نفر رو تشکیل میدن در مجموع. و قسمت دیگری سوال شما وابسته به تحصیل دانشجویان تاجیک در خارج کشور گفته گذاشتیم. امروز دانشگاه ملی تاجیکستان با زیادتر از 300 دانشگاه و انستیتوی علمی خارج کشور همکاری زیچ رو براه مانده است. از جمله یکی از سمت‌های فعالیت طبق شرطنامه فعالیت دانشگاه ملی تاجیکستان
این در برنامه تبادل اکادمی اشتراک کردن دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان است و در سال حساباتی یعنی در سال 2024 باشد تعداد عمومی با طبق همین برنامه روان کرده و قبول کرده دانشگاه ملی تاجیکستان 53 نفر رو تشکیل کرد که قریب 100% زیاد شده است در این سال و اطمینان کامل داریم که با دستگیری رکتور محترم دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 2025 علاقه نقشه ها خیلی مهم است. ما نیت داریم که همین تعداد رو 100% دیگر زیاد کنیم، یعنی که طبق نقشه‌ای که ما آماده کرده هستیم زیاده از 100 نفر در سال 2025 دانشجویان ما در دانشگاه‌های با نفوذ دنیا با مهلت طبق همین برنامه با مهلت یک سمستر یا یک سال خونش و تحصیل فرا گرفته می شود روانه نماییم. تشکر. ما فقط برای مبادله روان میکنیم. مبادله روان میکنیم، هم آموزگاران روان میکنیم با مبادله اکادمی و دانشجویان رفتن یک شماره چیزشون برکس مقدار باشه. تحصیل است. تحصیل. در تحصیل روان میکنیم طبق برنامه تبادل اکادمی است که طبق سند معیاری حقوقی بین‌المللی برای تمام دنیای اخیله هستند و مهلت یک سمستر روان کرده میشه. تنها دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان رو میکنیم، یعنی که نفرانی که علاقه حقوقی با دانشگاه دارن، یعنی دانشجو هستند، عنوانجو هستند، ماجستر هستند یا آموزگار هستند، ما همه سوبیکتون رو به خارج کشور برای آموزش و تحصیل فرا میگیریم و روان کرده میشد که همه اینها در اساس همین برنامه رایگان هستند. تشکر زیاد. یکی از راه‌های بلند برداشتن همون دانشجو صفتی تحصیلات، صفتی تعلیم و از خودکنی دانشجویان هم این از همون مبادله است. یکی از نشانه‌های اساسی بلند برداشتن همین پدیده‌های نامبرده ما. برای همین ما گیری میکنیم که دانشجویان ما در کشورهای دیگر رفته از تجربه آنها آموزند، از آموزگاران آنها آموزند و بسیاری آنها میتوانند که گشته اینجا میآیند. یک مهلتی معین است موافق قانونگذاری و موافق نظامنامه. برای همین این چیزی از همه بهترین است که با همون سطح و صفتی دانشجوی اونجا شناس میشوند، جهانبینی وسیع پیدا میکنند. این سوالی که شما دادید بسیار سوالی برجا است و با همه کسایی که یکم سوال دیگر هست مرحمت. اگر سوال ها نباشد ما باز مسئله اینجا مسئله های دیگری که از جانب پیشوای ملت این مسئله نوروز است، مسئله صده است، مسئله مهرگان است، مسئله تیرگان است. اینها مسئله هایی هستند که جهت های تربیوی و بلند برداشتن هوشی ملی انسان رو در بر میگیرد. ما تصمیم گرفتیم که برای پیشواز گرفتن نوروز فقط روز 21 رو انتظار نشویم. ما صحنه ها آماده میکنیم، کنفرانس های نظریوی علمی نظریوی میگذارونیم درباره نوروز، چون پدیده علمی که از نگاه علمی ما با نوروز با طلبات های نوروز و تیرگان و مهرگان بهاگذاری میکنیم. در نقشه چورابینی های نیم ساله دیگر در ما این در آینده گذاشته شده است. اگر مثلا یکم سوال ها در این باره باشد مرحمت، لیکن نباشد بار دیگر از تشریف شما سپاسگزار هستم و معلومات های یک سال دانشگاه در همین کتابچه هست. ما برای همین بسیاری آنها رو نتوانستیم در اینجا ابراز کنیم و شما می توانید که این بینید و سوال ها توسط تلفن یا اینکه آمده از ما سوال کنیم، ما با سوال های شما پاسخ میگوییم و آماده هستیم که با همه روزنامه نگارها، با همه آن کسانی که در روزنامه، ماهنامه، مجله ها و کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار میکند همکاری کنیم. این همکاری به خاطر بلند برداشتن صفت تعلیم، صفت تحصیلات و از خودکنی دانشجویان، این چنین بلند برداشتن دولت محوری در روحیه دانشجویان و کارمندان ما، همزمان
پاتریوتیسم و وطن دوستی که اگر امکان باشد به شما دست بدهد. هر وقتی که شما به دانشگاه ملی میخواین ما آماده هستیم که با شما صحبت کنیم، آماده هستیم که در راه بلند برداشتن اون چیزهایی که من نامبر کردم، اون پدیده هایی که نامبر کردم شما هم سهم گذاشتید و امید دارم که در آینده هم سهم میگذارید. برای همین نمایندگان محترمی واسطه های اخباری عموم، تلویزیون و رادیو، مجله ها، روزنامه ها، ماهنامه ها، برای اشتراکتان یک جهان سپاس و درود به شما، بر راهبران شما و فعالیت امروزه که برای پیشرفت و در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌ها و سیاست معارف پرورانه پیشروی ملت حکومت جمهوری تاجیکستان که شما پیگیرانه این کار رو در هر دم و هر ساعت اجرا کرده ایستادید، باز تکرار میکنم که درود و سپاس به شما دوستان عزیز. خیر تا دیدن.